خب دوستان عزیز سلام علیکم. ما سلسله صحبت های خود را با قاری محمد ادامه میدهیم. روز شما بخیر باشد، هر کجای باشید امیدواریم که سلامت هستید و با طبع خوش ما را تماشا دارید. سلام علیکم و سلامتون رسید. درود دوستان. خب موضوعی که حالا انتخاب کردیم این آداب مهمانی است. اصلا ما تاجیکا در خون و پوستمان است که مهمان دوست می‌داریم. هر کجای رایم، حتی من شوخی کرده میگم که اگر تاجیک به انتارکتیدا رود اونجا خانه میکند، دست در خان میکند، با آدم میابد، مهمان میابد، اون به مهمانی دعوت میکند. لیکن همه ما در برابری گویم که مهمان دوست بودن همچنین دارای فرهنگ و مدنیت و همچنین دین است، دین خود هستیم که فرهنگ و مدنیت و عنعنه‌های ما و دین ما یک چند گویم که معیارهای اخلاقی را پیش ما گذاشته است که اونا ما باید رعایت کنیم. در امریکا البته اکثر خانه ها تنگ هستند، اما با این وجود مردمی ما طوری گفتن بسیار مهمان نواز هستند. در همان گفتگو با خودش با همون جای افته باز مهمان دعوت میکند. اما میخواهم در اینجا با قاری محمد درباره آدابی به مهمانی رفتن در مهاجرت صحبت کنیم. خب قاری محمد بگویید که وقتی که یک گویم که مهاجر هموطن خودش با نشان محبت و احترام به مهمانی دعوت میکند، خب مهمان چی وظیفه دارد در مقابل مهماندار؟ بله، مهمانداری در دین مبین اسلام این جایگاه خاصی داره که یعنی که این عبادت حساب شود، ثواب و ثمره حساب شود اگر مهمان عطای خدا. بله، این سنتی پدری اسلام مسلمین ابراهیم خلیل است که الله تبارک و تعالی در چند جای سوره قرآن بیان میکنه برای ما شما امت اسلامی، امت محمدی که یکی از خصوصیت ما این مهمان نوازی است. و مهمان نوازی چه خیلی که گفتیم این عبادت است، چون که فرمان الهی است. در موضع ابراهیم خلیل صحبت میکنه، همه ما و شما با فکر میدونیم که ابراهیم خلیل چه خیلی مهمان نواز بودن، لقمه‌اش به مهمان میخوردن تا اونجا مشهور است همه جا. یعنی خداوند در برای همون صحبت میگه وقتی که ملائکه و فرشته در صورت آدم آمدن، در صورت مرد، اینجا کمک صحبت میکنه ملائکه و فرشته ها پیش پیغمبران می آمدن به صورت مرد می آمدن، اما شرمگاه نداشتن، چون که ملائکه شرمگاه ندارن، نمیخورن دیگه موجود هستن. وقتی که مهمون شدن به صورت آدم، به صورت مردها، ابراهیم خلیل نشناخت که فرشته هستند. زود رفت گوسفند گاوی را کشت و گوشه‌گیری کرد با حول مفصل میگه با حول آتش، با حول با مزه‌ش و پیش مهمانان پیشنهاد کرد. یعنی گوشه‌گیری گرم و سوزان آورد. گوشه‌گیری تصور کن. یعنی این احترام احترامی از طرفی چی میزبان برای مهمانان و این وظیفه مسلمان مهمانداری در قرآن کریم که این خداوند صحبت کرد. البته وقتی که مهمان میباید میگن که به خانه برکت هم میباید. خب اما آدم ها گوناگون هستند، یعنی مهمان ها بعضا وقت شما میخواهید که همین فضیلت دینی و انسانی رو به جا بیارید و به مهمانی دعوت میکنید و انسان ها خصلت و خاراکتری گوناگون دارند. نه همه میتواند که به اعتماد صادق باشد یا اینکه آداب مهمان رفتن را رعایت کند. خب همین در دین اسلام آید به آدابی به مهمانی رفتن چی میگویند؟ خب اول ما از میزبان صحبت میکنیم، بعد از مهمان. اول انسان وقتی که مهمان دعوت میکنه به خونه‌اش باید نیت خالص داشته باشه، نیت صاف، یعنی به خاطر یگان چیز نیست، بسم الله به خاطر خدا قدردانی. بعد خیلی شما گفتین وقتی که مهمان که اومد خانه‌شون استقبال ای مهمان بسیار گرم، خوب، محترمانه. بله، بعد در خانه در جایگاهش اگر خانه باشه باید جایش تهیه کنه، مهیا کنه جای مهمانه، چون که تاجیک‌ها میگن زورت نمیرسه مهمونا کجا فرار میکنید.
زیافت بله. خب بعد تهیه کردن دسترخوان برای خوراک و نوشابه تا اونجا که انسان قادر توان است، اما اسراف باید نباشد، نباید اسراف شود. خودنمایی هم حرام بله، است. خودنمایی گفتن که نیت به خاطر خالص خدا باشه، نه چیز مال دیگر است. خب بعد بسیار سخت حرمت احترام کردن میهمان، چون که پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث است میفرماید که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم جاره. بسیار سخت صحبت میکنن نسبتی یعنی که میزبان تا مهمان بسیار میگه هر کسی که هر انسانی که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر ایمان به الله و روز قیامت داشته باشد فلیکرم جاره فلیکرم ضیفه، حتما باید مهمانش حرمت احترام کنه. یعنی خیلی سخت صحبت میکنن، یعنی حرمت کردن مهمان حرمت کردن مهمان. همین خیلی دادگر حدیث پیامبر میفرماد که لیس منا من لم یکرم ضیفه، از ما نیست اون کسی که مهمانش حرمت احترام میکنه. این سخنای انسان یعنی حرمت کردن مهمان اینجا بسیار مهم است. بله. خب همین خیلی بعد از رفتن هم باید خیر خش کردن با حرمت، با احترام بسیار، با کلمات زیبا خیر خش کردن مثلا. همین خیلی یعنی باید یعنی باید کوشش کند که مهمانش از همون خانه با وقتی خوش رود. بله، با وقتی خوش، با شاد و خرسند رود، ذکر غمگین نرود. در غیر این صورت یعنی بی حرمتی کردن به نسبت مهمان یا که پناه به الله یگان رنجوندن آزار است، این یکی از گناه‌های کبیره است. این عظیم است. یک چیز دیگر در همین وقت میخواهم در این باره بگم، پرسم که خب بعضا وقت به مهمانی دعوت میکنند، چون حالا ما درباره آداب مهمان گفتیم، اکنون به میزبان گذاشتیم، لحاظ جایش از این سوالتی هم بعضا به مهمانی دعوت میکنند، مهمان هم اعتماد کرده میرود به همون خانه و بعد از رفتنش بعضی میزبان های هستند که مهماناشون تهمت میکنن، میگن که چیزم گم شد، یعنی نسبت اون مهمان بدگمان میشن. این چی؟ ما همین حاضر هم آیت از قرآن سوره ذاریات گفتیم، هم دو حدیث گفتیم برای میزبانه که نسبت مهمانش بسیار سخت حرمت احترام کنه. در غیر این صورت وقتی تهمت بگیرن اوضاع این تهمت کلان دیگر چیز است که اینجا مشکلات سخت می شود. ببین اگر اهمیتیم تاجیک‌ها که خود مهمان دوست هستند، اونا مهمان خانه ها دارند و اصلا در مهمان خانه اگه چیزی زیادتی هم نیست که گم شود، یعنی همه چیزی هست که گم نمیشه. الحمدلله که بخصوص خیلی ما گفتیم مثلا ملت خیلی ما که مثلا ملت تاجیک الحمدلله در همه جا همچون مهمان نواز مشهور است، همه میدونن. مهمان بسیار خوب هستند، خود انسان رو بشناسه نشناسه مهمان نوازی میکنن، در شب در بیرون یا که پیشنهاد داشتن نمیمونش. بله ان شاء الله خیلی خوب است. خب این اما آداب هایی که از مهمان صورت میگیرد، اول که استجابت بکنند. این چی است؟ دعوت برادر مثلا جواب قبول بکنند، یعنی این هم ثواب است. بله، این یکی از حقای مسلمان است که در حدیث میگه که هر انسان مسلمان بالای انسان مسلمان 5 حق دارد، در بعضی 6 حق دارد میگن. خلاصه یکی از همون حقاش همین است که زمانی که فریاد کرد برادر و مهمانی باید روی مهمانی. این حق پس من ثواب میگیرم. بسیار وقت ما رو به مهمانی دعوت میکنند، من باید به کار روم چون اونجا کار الهوگی است، بعد به مهمانی رویم نمیشد میگفتن، به مهمانی میروم. بله ان شاء الله اکنون بله شما ثواب میگیری. یکی اینم باید در نظر داشت وقتی کار همیشه کار اپارت اینجا برای لیکن بالانس مونده در بالانس ترازو مونده در کار. بله خب یعنی که مهمانی رو رد نکنه تا حد اکثر، یا تا اونجایی که امکان دارد، اگر نتونست حداقل آگاه کنه که
برای که حقی برادر مسلمان مخصوصا در آمریکا بسیار مهم است. اگر شما رفتن نمیتوانید باید آگاه کنید که رفتن نمیتوانید، چون اگر این مهمانی در طرف خانه است برای شما یعنی اسراف می شود، یعنی پولی جایتون نمیدهند. و اگر در مهمانی خانه هست، خانه ها تنگ هستند بسیارتر و اگر شما نروید در جای شما نفر دیگر رو دعوت میکنند. دعوت میکنم. بله. یعنی حتما آگاه کردن. آگاه کردن. دیگرش این که مهمان هم نیت خالص داشته باشه، نیت صاف به خاطر خدا. اما خونه که رفتی اینجا باید اول اجازه گیری. زنگش زنگ زنی، زنگش تخت کنی، اجازه بگیری که صاحب خانه باشه. به اجازه به خبر در آمدن خانه مردم این ناجایز درست است. اگر جواب داد چیکار داخلی وارد خانه میشه. خب بعد همون سلام در این در سلام میتی خانه در سلام دادن در سلام باقی نور میگذره خدا نقل میکنه که در داخل خانه کشیدی مهمون بعد از اجازه صاحب خانه شما سلام میتین. سلام گفتن. بعد دیگر آدابش این که با چهره خوش هم اصلا میزبان مهمانش با چهره خوش مثلا با تبسم لبخند استقبال کنن، هم مهمان هم میگن با حرمت احترام. بعد از این دیده نظم رعایت بکند، ساعت نگاه کند، ساعت زیاد نبیسته، مهمان مثلا خسته و چی نکند، این در مد نظر داشته باشه. بسیاری بعد نبیسته مثلا، یعنی بسیاری بعد نشستن توصیه داده نمیشه. توصیه داده نمیشه. حتی این وابسته به برنامه جلسه نشستن. خانه باشی نگاه کرده خانه انسان میفهمه که چه خیلی است. هم مهمان هستی اینو فراموش نکنی، خانه خود انسان نیست، یعنی در خانه مهمونی در خانه مردم است. یا مد نظر داشته باشه بود از پیش خودش هر کاری خاص نباید بکنه. بعد همون چیزی که هست بسیاری بعد طولانی بعد نشود تو مهمون از مقصد که در زحمت نه اندازه. این در گذشته در زمان پیغمبر دیرسوز مهربان ما شما صورت گرفته که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب صحبت میکنه. یک زمان اصحاب پیغمبر خدا خانه پیغمبر مهمونی بودن، پیغمبر مهمونی کرد. بعد از خوردن طعام شش تن بسیار نشستن صحبت کردن. عادتا همین خیلی است که مهمونی که میاد صحبت شروع میشه، بعد صحبت ها گرم میشن، دیگر انسان‌ها دیگر اهمیت نمیدن، خیلی بسیار صحبت وقت میره. اصحاب پیغمبر خدا وقتی که شش تن بسیار در خانه پیغمبر اسلام ناراحت شدن، در زحمت افتادن. پیغمبر دلش نشد که اینها مثلا که از خانه یگان نمود اشاره قطعی یا پیغمبر نمود میفهمد که نتونست از خانه برآمدن رفتن که از خانه حجرات اصحاب همسرش یک اصحاب پیغمبر قطعش رفتن کمی ایستادن برگشتن اومدن که اینها هم شیشتن هنوزم صحبت دارن، هنوزم صحبت گرم تمام نشید. بازم کمی بازم رفتن، خلاص از 3 مرتبه رفتن اومدن اینا که بعد نفهمیدن که مثلا صحبت کم اینا. بر همین الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب این بیان میکنه که ولا مستأنسین لحدیث، همون که خانه پیغمبر میرید بسیار صحبت نکنید، که مهمونی میرید بسیار نشینید. وقتی که طعام خود تمام کردید مثلا که دنبال ختم کار باید خود روید مثلا، چون که این کار در حدیث در آیت کریمه خدا میگه این کارتون با پیغمبر مشقت رسون و ما پیغمبر نتونی شما را با خبر بسازه، اما من این الله صحیح اخوان از حق شرم حیا نمیکنه. اینا دستور دادن که مثلا که از آداب‌های مهمانی که بسیار شیشتن کنست، یعنی حد خود را دانستن همه وقت خوب است. خب دوستان عزیز، در همه جا میگویند که وقتی که شخص خود را احترام میکند و معیارها را رعایت میکند، اصلا همان معیارهای اخلاقی موافق به هم میگوییم که استانداردها، طلباتها شخص را خرسند میکند، چه از لحاظ دینی، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ گوییم که قانون‌ها و طلبات جمعیتی که ما در آن زندگی میکنیم. در همه حالت احترام خود و احترام نزدیکان این ترغیب کننده گوییم که انسانیت در همه گوییم که آموزش ها هست.
و صحبت باقی. تشکر زیاد و شما خوشبخت باشید و به مهمانی دعوت کردن حتما روید.